پیستون، اسلایم، پیستون رو برمیدارید. حالا هر نوعی ریل رو میتونید با این دوپلیکیت کنید. مثلا من اینو برمیدارم پایین. خب 2 تا بلاک و یه دونه لور. خب یه دونه بلاک میایم بالا رو میکنیم. هر طرفی هم اینو میتونید بسازید. تو کامنت ها نگید کدوم وری باید بسازم. هر طرفی دلتون خوش میتونید بسازید. حالا چی اسمش بود؟ ابزرور، ردستون. ریلاتونم بذارید رو اینو بذارید. حالا اینو دوباره برگردونید. بفرمایید شما ریل بی نهایت دارید و با این ریل ها هر چقدر میخواید بی نهایت ریل بهتون میده بدون اینکه توقفی داشته باشه. میخوایدم خاموشش کنید، این دکمه رو بزنید خاموش میشه خیلی راحت. و ببینید من 48 تا گرفتم. بایستید چرا این ریلم اینجاست بقیهش چرا از این ریل نگرفتم؟